یه دختر بچه 12 ساله رو میارن بیمارستان الزهرای اصفهان. این دختر 12 ساله باردار 37 هفته و زایمان انجام میشه. شاید به خودتون بگید بچه 12 ساله ازدواج کرده. نه، اصلا این بچه 12 ساله مورد تجاوز قرار گرفته. شاید به خودتون بگید تجاوز یعنی به زور. نه، یعنی هر گونه ارتباطی که نامشروع باشه در پزشکی و قانون میگن تجاوز. بچه 12 ساله با داداش 16 سالش رابطه داشته و بچه‌ای که به دنیا اومده از اون برادر 16 ساله بوده. این خانواده افغان بودن و مادر بچه 12 ساله مطلع بوده که دخترش بارداره. باهاش صحبت کردیم، گفتیم که شما چرا مثلا سخت نکردی و فلان. گفت که من بچه 1 ساله داشتم، با خودم گفتم که مشکلی نیست، این بچه رو ما بزرگ میکنیم. پزشکی قانونی چه تصمیمی گرفت؟ پزشکی قانونی در موارد تجاوز میاد بچه رو تحویل میده به بهزیستی. هم بچه 12 ساله میره بهزیستی و هم اون کودکی که از این راه به دنیا اومده. این مادر و بچه وقتی میرن بهزیستی چی میشه؟ هر دوتا باید از هم دیگه جدا بشن.